عزیزم من بگیرم و امروز با هم آشناشیم، پس فردا میام خواستگاری. 2000 تا سکه هم مهرت میکنم، اصلا حق طلاقم با تو باشه. جایزی هم هیچی نمیخواد بیاری، خودم همه رو میخرم، تو فقط با یه چمدون پاشو بیا سر زندگی. آخ جون. من اصلا اجازه نمیدم خانوادم تو زندگیمون دخالت کنن. اینم که میبینی خواهرمه، از همه جا بلاکش میکنم تو نتونه برات خواهر شوهر بازی در بیاره. بای. دستتم از اینجا تا اینجا طلا میگیرم تا چش جاریات درات. مرسی. این شاسی بلندم خریدم بندازم زیر پا تا کسی اصلا قدش نرسه بخواد مزاحمت شه. با هیچ کدوم از فامیلای منم رفت و اومد نمی کنیم، فقط فامیلای تو میان خونمون. احسنت. هر ماه 200 میلیون میزنم به کارتت، 100 میلیون برای خریدای ضروریت، 100 میلیونم برای تفریح و آرایشگاه. متشکرم. دختره رو من چشام به غیر از تو هیچ کس رو نمیبینه. یه روز در میونم تو پیجم عکس دوتاییمون رو پست میکنم، هی قربون صدقت میرم. نمیذارم دست به سیاه و سفید بزنی. خودم خونه رو تمیز میکنم، غذا هم بیرون سفارش میدیم. هر چی خواستی فقط کافیه لب تر کنی پرنسس من. گشنمه. بریم غذا بخوریم. وای چقدر اینجا خوبه. اینجا کافه دیریم تهران پارس دیگه. اینجا که میای انگار مهمونی نه مشتری، از بس که همه چی با کیفیت و بهت سرویس خوب ارائه میدن. بخور عشقم، نوش جونت. باشه. با همه دوستای سینگلم هم قطع ارتباط میکنم. اصلا همین الان بریم محضر بگیرمت. بریم.